سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید مدیر همی عزیز. درباره تحصیل فرزندو گپ زدی و درباره معارف گپ زدی و خب خودت چی میخوای و چی پیشنهاد داری خودت؟ پیشنهاد که همین وزیر معارف باید به استعفا بره و یک وزیر درست بیا، یک نسل جدید، یک متخصص، یک کادر، یک برنامه ساز که جامعه را پیش بره. مکتب امروز انگشت تپک میبرن. همه خونه دا بچه‌م اگه گوش کرده سبت مکتومی درباره معارف تحصیل صفت همو خوندن کودکو گپ زد که پرسیمش که خودش چی پیشنهاد داره که ما قبول کنیم بعد با پگایی که رفتیم با معلمو را من راستی دوام سری معارف نیست، دوام من سری همه شهرداری دوشنبه است، اما باز هم پیشنهاد میکنم که معارف در کشوری که اپای عزیز خلای عزیز یک دقیقه اگر منظرت میخوام، در کشوری که معارف نیست، مکتب نیست، اطلاعات نیست، او کشور پر از فساد میشوه. او کشور یک از کشورهای قشاق‌ترین میشه. برای چی؟ ژاپنیا 60% معاش کشورش در معارف جدا کرد که امروز یکی از بهترین کشورهای صنعتی است در دنیا. ژاپنیا امروز کشور آلمان بهترین سیستم معارف داره. نسل نورس از روز تولد میشوه، او را دولت نگابین میکنه تا به سر کار رفتنش، تا زمانی که اون نفر دانشگاه را بود میکنه همچون یک اندازه‌سپارنده میشوه. آیا در وطن ما یک طفل به دنیا میبیا، آیا حکومت براش یک درام میتیه؟ سوال به شما همچون مادر وجدانم بگه. من امیدوارم که چون مادر هستین زبان دروغ و حرف دروغ نمیدونین. ان شاء الله امیدوارم سوالای مرا درست جواب بدین. بفرما پای عزیز. نوحیه کوشانیان گپ زدستم. میشناسی درباره نوحیه کوشانیان شنیدی؟ بله فهمیدم نوحیه کوشانیان. چند ساله میگن تاجیکستان. اپا جان مسئله سوال در بیرون نره، مشکل ندارم. من چند سال هستم نیستم، در قطار من 2 میلیون مهاجر دیگه هست، صدها کس دیگه است که از دنیا گذشتن دیگر وطن ندیدن. این بحث نمیشه که انا تو چند سال از وطن دور بودی، انا تو دعوای گپ زدنده اشتباه است. اپا من خواهش میکنم سوال مرا جواب ده که آیا یک طفل به دنیا میبیا از طرف دولت چی برنامه برای او طفل است؟ مرحمت. همش باید توریه شرایطو خوبه، شوبای تولدی دا میریم کلینومونه میزایونن دکترو متخصصای برجسته. چند سوم پول برای یک تولد کردن یک زن چقدر پول میگیره؟ شوبای تولدی همین نوحیه ما همش بپوله. اپا به خدا دروغ میگوی. خدا شاهد است اپا، خدا شاهد است مادر هستی، زن هستی. من خواهش میکنم به این سیاست پلیدی رحمان رو دادن نشین، دروغ نگین. التماس اپا زن نباید زبانش دروغ باشه. اپا من تاجیک هستم، من در تاجیکستان زندگی کردم، من هزارها معلومات دارم که هیچ یک تولدخانه حتی نفر در بیرون تولدخانه زاید به خاطری که پول نداشت که در همون نفری که در دهن دروازه میسه در باز بکنه. زنی تاجیک تولد کرد، زنی تاجیک در راه تولد کرد. من التماس میکنم، خواهش میکنم مادری عزیز، مادر هستین، نباید مادر زبان دروغ داشته باشه، تربیت کننده نسل هستین. آیا یک طفل به دنیا میبیا، حکومت برای همون طفل چی میتیه؟ مرحمت برنامه من مثال من میگه چی برنامه داری؟ اگر من رفت و در یک بخش راهبر هستم، اولین پیشنهاد من برای حکومت بعدی است که هر طفلی که در اون کشور تولد میشوه از روز اول زیر نظارت دولت باشه. غذای او، خوراکی او، مکتب او، دانشگاه او همه زیر برنامه حکومت باشه. هیچ یک طفل فرقی نداره، پدر نداره، مادر نداره، هر کسی که نباشه، هر طفل در نزد قانون باید جواب بگه. برای چی؟ فرزند رحمانوف بدون رفتن دانشگاه دیپلم میگیره، فرزند ما و تو حتی یک درم پیدا نمیکنه در دانشگاه برای علم میگیره، مهاجر میشه. برای چی؟ آیا فرق بین فرزند منصبدار از ما و تو یگام چیزی جدید است؟ میشنوی برای من میگم که همه مادر اگر مادر تا دوست می‌داشتی، احترام می‌کردی، میگفتی مادر جان گپ زن، من گپت گوش میکنم. نه که همین فقط گپ زدی. من گفتم که یک بار قطعی گپ زنم که چی میخواهی؟ مادری عزیز من براتون سوال دادم، گفتم که طبیعی است که فقط سری یک ده گپ زدی و یک نون دیگه پهلوهای کاری راهبر دولتی ما را
نادیده مرحمت اپا مرحمت شما پهلوهای دیدنیش بگین. خب من بسیار خلصت شدیم که نوارای آخر پریزیدنت ما را اگر که دیگه جوش بودی مرحمت اپا بیا مرحمت شما همو دیگر جاهاش برای ما بگه تا که ما ببینیم دستاوردهای رحمانوف در 2020. بفرمایید. تمام این ساختمان‌ها را نادیده نگیرید. تنها در همین سال 2020 خب قریب 800 تا مکتب و مؤسسات تعلیمی شده گرد. همه به فایده کی کشد؟ عزیز ما کی کشد؟ صاحب کار یا کی رحمانوف؟ تمام خش تبار قوم و نسب و اجداد در همین سرزمین تاجیکستان زندگی میکنن. آخه اپا جان من خواهش میکنم مادری عزیز شما این حقی را ندارین. یه دقیقه اپا عزیز شما این حقی را ندارین که بگن که انا تمام خش و تبارت در تاجیکستان زندگی میکنم. تو گپ نزن. من شهروند جمهوری تاجیکستان سنم از 18 بالا است. قانون کشور برای من اجازت میده که تو شهروند جمهوری تاجیکستان از سن 18 بالا هستی، حقوق آزادانه فکرانی تا بیان کردن داری. هیچ نفر جوابگوی عملها و کردارهای تو نیست. اپا من خواهش میکنم منطق استفاده برین. با این اشاره ما را گناهکار نکنین که انا پدری تو در تاجیکستان زندگی میکنه، انا مادری تو زندگی میکنه. او شهروند تاجیکستان است. شهروند جمهوری تاجیکستان حقی در وطن زندگی کردن نداره. من به گناه خودم جوابگر هستم. اگر دزدی میکنم، اگر غارت میکنم، اگر یک کاری میکنم، من در نزد خدا جواب میتونم، من در نزد قانون جواب میتونم، چون من از 18 بالا هستم. من نمیدونم شما متخصص کدام بخش از اپا در گوجه معلمه هستین، در گوجه خوانده مرا میگفتین. انا کم مرا گوش کنین. من برای او خاطر گفتم که همه هر یک طفل کودک مرد بچه فرزند خب بعد وای محصول مهنت همون پدر و مادر خش تورش ایوخی. نفهمیدم منظورتونه. یعنی من میگم که هر کردار و رفتاری که میکنم من خودم جواب میتم. خب بله انا که هر کردار من با او خاطر ای گفت خش تبار و پدر و مادر یاد کردم به خوبی و به نیکی و به نیت خوش که همون محصول مهنت همواه که همین خیلی اومده. این همینجا 6 تا گاب زده سی که همین خیلی تاجیکستان این خیلی سر یک دیگه یا سر یک نونه یا سر یک تنظیم یا اقلا پیشنیادهای خوب تبو بودین. اما اگرنی بودیم که اون پیشنیادت مقبول نه پیشنیاد کرده مسئله نه شما در بالا یک دروغ من نمیخوام اپا بچه جون یگون چی پیشنیاد نکردی فقط گفتی دکشو نبین دایرهشو نبین ربابشو نبین دیگر پهلوهاشو نگفتیم چنگ شده شوی این شدهای مهمی صناعت یگم چی نشد از اپا اوغی کوکروز یک کوکروز برو بردن اوغی همون کوکروز منم باور که اوغی راستی مادر هستین من احترامتون دارم نمیخوام حرف خبیتون بگم نمیخوام خیلیتون دعوا بکنم من قربانی مادرام میشم واقعا من قربانی شما مادرام میشم اما من خواهش میکنم مادر عزیز در زبانتون عبارت دروغ رو نبیارین شما نسل تربیت میکنین من براتون گفتم که یک نفر در بیمارخانه وقتی که تولدگاه میره چند پول میگیره میگی رایگان هستی خدا شاید از دروغ میگی به خدا قسم دروغ است هیچ یک مادری تاجیک بدون مبلغ تولد نمیکنه اگر از هزارها یک نفر نباشه دروغ محض است آشکار همچون زن مادر دروغ میگن من خواهش میکنم نکنین این کاراتونه مرا میشنوین بعد خودت بچهش میسره اگر میگویم مادرها را احترام میکنم خب نه اگر مادرها را که احترام کنی همه دیگه برآمدات و همه نام تاجیکستان گپ نزن با اپا شما یگان جا تحصیل کردگی هستین در گذشته یک دقیقه مادر عزیز یک دقیقه التماس مرا گوش کنید شما کجای خوندگی هستین نه من هیچ جا نخوندم با مو خاطر معلومات ندارین که حکومت از تاجیکستان فرقی کردن نمیتونین یا که ملت از دولت پرزیدنت از یک وزارت فرق کردن نمیتونین با خاطر بحث ما معنی نداره اپا جو من خواهش میکنم فرزندون که در پیشتون است خب فرزندت در کجا کار میکنه که چه خیلی حق داری که
همین یک مادر بگوی که خودت علم و دولت و ملت برای که من میگم شما در مقابل تاجیکستان گپ میزنین اپای عزیز. تاجیکستان 141 از 1000 کیلومتر کوادراتی بود فروختنش. اون او تاجیکستان از مرز و کوه و ادیر و تپه و کانها و آبها و پریخها و تاجیکستان است. حکومت چیزی دیگر است اپا. حکومت یک فونکسیای دیگر است. حکومت کوه پشت نیست اپا. حکومت آب و لای و سنگ و گس نورک و گس او چیزا نیست. حکومت چیزی دیگر است اپا. ملت چیزی دیگر است. رحمانوف یک چیزی دیگر است، یک کسی دیگر است. شما همه را با هم آوردین کردن تاجیکستان. شما در مقابل تاجیکستان گپ بزنید. مادر عزیز، تاجیکستان کلا یک مکانیزم بزرگ است. کوه داره، آب داره که ما در مقابل او گپ زدن نمیتونیم. او وطنی من است. من در اونجا تولد شدم، من در اونجا آب خوردم، هوای اونجا رو نفس کشیدم. من برای وجدان و ایمانم اجازه نمیدم که من تاجیکستان خیانت به خاک او بکنم، او را پارچه او را بفروشم. من اجازه نمیدم. اما حکومتی که در او تاجیکستان راهبر است، یک گروه فسادکارا هستند، یک گروه خائنا هستند که خاکای او را فروختند. من به مقابل او گپ میزنم اپا. خب اکو با ما گپ زنم. بفرمایید. خب خودت مادری گفتی هیچ را نمیفهمی، نه ملت نه چی را. اینا خودت یک بچه آزاده سرگپی خوشگپی مثال همه اوچه خود هم خوندگیه دگون اینستو در خونده اوچه جانت. بحث سری است که مادری من زیر هیچ یک سیاست بحث نمیکنه. آخی نه اومد است اینجا دعوا نکرده است. سری من دعوا نمیکنه که تو با مقابل تاجیکستان گپ نزن. بحث سری است که شما دعواتون سر اپا دقیقه فرق شما از او فرق میکنه. شما مرا میگین شما با مقابل تاجیکستان گپ نزنین. من در علاهیدگی هم صدها بار میفهمونم که پدری عزیز، مادری عزیز، تاجیکستان چیزی دیگر است، حکومت چیزی دیگر است. برای شما را میگم مادری عزیز، تاجیکستان یک مکانیزم بزرگ است که هیچ ربطی نداره. بعد نمیشه گفت که شما با مقابل تاجیکستان گپ زنید. حکومت یک چیزی دیگه، فونکسیون دیگر اجرا میکنه. با همون خاطر من خیلی احترام نسبت شما تشکری میگم مادر عزیز. اما باز هم از همون فرزندتون بگین که براتون یک کمی این مکانیزم ها را فهمونه که وطن چی است، مادر چی است، ملت چی است، دین چی است، سرزمین چی است فهمونه. وگرنه من همون بچه‌تون سوال دارم که کجا خوندگی است. ما اگر میگم اینا گفتی که او چجون گفتی نه ملت هم میفهمی نه دولت هم نه تاجیکستان. اینا ما هم خیلی بچه‌ها را تولد کردیم که امروز اینا گپ میزنن سخن میکنن. همون فرزند اون تلفن بده من خدیش حرف زنم. بچه‌تون بده تلفن بتین. سلام علیکم. بله سلام علیکم. اوچه برو از طریق نه خونه ما در اومد چی تماشا کیسه که ما هم تماشا کیسه اون یا برای ناس یختون معرفی میکردین چیکار هستین، یعنی سبب از زنگ زدن چی را میخواستین نشون بدین اگر چی نباشد. ما سید علی عینویه کشانیانم. خب در کدام بخش کار میکنین؟ ما این زمان کارم خونی میکنم، این پارنیک میکنم. خب خیلی گوش بدین برادر عزیز، چی هم میگم. خب وقتی که در تاجیکستان کسری کرونا ویروس اومد نه یگان کس غیر جناب رحمانوف ندیدیم. یگانه نفر گریخته بوده. ای خدا شاید 2 هفته گم بودم اون مرد. خب باور که 2 هفته گم بود. درست سایت پرزیدنت بس صبر کن یه دقیقه. سایت پرزیدنت در فیسبوک بود رو از همون تاریخی که در تاجیکستان گویا اوج گرفت همون نفر 2 هفته هیچ یک جدا نامش نوشته نشد. بعد او در یک روز 5 بار هم نویسن به خدا انا پیشوای ملت 2 هفته هم مرد که خوب نبود. باور که نبود. برادر عزیز ما گفتم غیر رحمان و دیگه ما را کسی اردام نکرده. ما گپای تر همشون قبول میکنم. پروردگار در کجا بود غیر از رحمانوف؟ پروردگار در کجا بود؟ پروردگار در همین حالت کجا بود؟ ترا ندید؟ انا کامپیوتر که چه مسئول 90 دستی ما را گرفت، تمام داروی منافرت و دستگ ما گرفت. دل لباس دکرتای خچاگرز دکرتای ما را همه داروی منافرت گفتیم رفتیم. کجا رفتین؟ اینا یه بار دیگه تاریخ اثبات کرد کسالی دیگی پر میگو دیگی پر شکمی سری ما نشون دادیم. ای خدای بخدا اگر همین برای ما واقعا مرد بگو کو رحمانوف گفت که 2 ساله ذخیره‌تون بکنین. آیا 2 ساله ذخیره داری؟ برادر عزیز نمی شود در خانه ما هویا بیا در پرنی که من اینا علاو حوزی بر رفتم علاو شدید پرنی که ما در پنیدارم پخته سای رسیده سای
در خانه ما هوی یگان کس نمیاد سر ما افامو نگیرفته برده بودن فهمیدین یگان گپ گفتن کی گرفته برده بود کی گرفته برده بود آخه بعد جنگی خودتون میدونید آخه برین از همون صاحبای جنگ پرسون شوین. آخه من حیرانم در این مردم مرا چی و با جنگ چی کسی که جنگ کرد کسی که سلاح گرفت کسی که کش برین او زنده هستن همه زنده هستن کدامش که خواب گذاشتن خدا رحمت چون کنه نو کسانی که خب طرف دیگر هم رحمانوف بود برای از او طلب که برای چی جنگ کردی آ بچه او سلاح گرفت مردم کشت شما یافتن هم یک طرف انا شما جنگ کردین کشتین آ بچه جنگ یک طرف نمیشه یک طرف خودی دیوال جنگ میکنه طرف دیگر هم بود برین اورم از گوشاش بکنین اینجا بیارین اورم بفهمونین قطعی اورم گپ زنین یک تا زبان پیدا نمیکنین در مقابل رحمانوف از جنگ گپ زنین زنکای همت گرفتگی یافتین یک نفری که یک گروهی که دیگر خاموش ایستاد و دیگر از وطن سرشون کنه قپیدین دیگر انا شما جنگ کردین اوه به سوادو هه به معرفتو نفری دیگر هم جنگ کردگی اون دبر شما اون در ساخت حکومت سلاح گرفته جنگیدگی است صدها و هزارها این نسل نوراس کشتگی است برین اورم بگین 4 تا بناموسی 4 تا نمیدونم دانشجوی بی سواد از کجای بلند کردن جنگ 91 جنگ خونریزی سال 91 دیوانه کردن همین ملت قطعی جنگتون مردم از شما دیوانه کردین یک عمر جنگ بس جنگ بس من دیگر از این عبارای پوچو به منتون خسته شدیم ها چی گپ است من تازه تولد من جنگ را کار ندارم یک تاریخی بد این ملت من در تا مردن من میگم که بله یک زمان تاریخی بد بود اما من گناهگار در این جنگ نیستم من کار با او جنگ ندارم من سلاح نگرفتم من کسی را نکشتم پدری من کسی را نکشته است برای من این مثال تا نبیار تمام اعضای حرکت سیاسی گروه بیچاره بلند که بپرسون کدام او سلاح گرفت جنگید آوردن جنگ به سر من میذارید مادر تا بلند میکنی گپ زن یا تو ناموس داشته باشی زن اگه جا در این سیاست داخل میکنی شرم باد حیم باد به شما برین جوانو سلامت باشین میبینی که انمو دیگه پریوش سری و پری دولت سلامت باشی برم دیگه پریوش زدم